سانت اضافه داشتیم درسته؟ اون 6 سانت هر کدوم از اینا رو 2 سانتش میکنیمش 2 سانت. خب اینجا شد 4 سانت. ما هنوز یه 2 سانت دیگه اضافه داریم. اون 2 سانت از کجا ردش میکنیم؟ اول بذار اینا رو رسم کنم. بعد اینا رو موقعی رسم بچه‌ها با اون خطکش منحنیه که با اون پیستوله رسم میکنه که اینجا یه کمی حالت قوس داشته باشه، تیز نباشه. خب ساسولامون رو رسم کردیم. الان ما اینجا یه دونه 3 سانت اضافه داریم یا یه دونه 2 سانت اضافه داریم. اون 2 سانت رو چجوری باید ردش کنیم؟ میایم فاصله بین این ساسون و خط پهلو رو به دست میاریم. از اینجا تا اینجا رو تقسیم بر 2 میکنیم، وسطش رو علامت میزنیم. عددی که پیدا کردیم خطی به طول 9 سانت.